نزدیک 5 کیلومتر درازی و 68 متر پهنایی، دومین و بزرگترین استکادا یا راه سه قبطه دوشنبه و یکی از انشاءات‌های مرکب‌ترین راهسازی کشور بعد از انتظاری طولانی مورد استفاده قرار گرفت. گشوده شوی این راه چرا مهم است و آن برای ساکنان و رانندگان چه اهمیت دارد؟ من عبدالله غربتی امروز نوبتدار در شهر و سعی میکنم در این باره به شما قصه کنم. هشت خط حرکت در راه‌های اساسی و 4 خط علاوگی برای نقلیات جمعیتی در کناره‌ها، از برش خیابان اسماعیل سامانی و ابن سینا تا دروازه غربی دوشنبه. مؤلفان و سازندگان طرح میگویند استکادا تنبشوی نقلیات را در این راه‌ها پررگی از بین خواهد برد. در تمام درازی این استکادا 12 ستون و همگی 2 برش موازنتی موجود است که از لحاظ مهندسی نادر است. بیشک گشوده شوی این راه را از همه بیشتر رانندگان نقلیات منتظر بودند. اکنون راه آنها به مراتب کم تشویش گردید. چند خط سیری که مجبور بودند راه خود را با سبب تعمیر رفتن در این استکادا تغییر دهند، اکنون به مسیر پیشینه خود دوباره برگشتند. پیشتر ما برای کوچه محله قرای بولو میگذاشتیم. اینجا همه کودک میگذاشت، دروازه‌ای که خانه‌ای که استقامتی است در اونجا در لب راه بود. راه خطرناک بود، بسیار وقت کودک یکی میداد و ما خاطر بودیم. به همین خاطر این راهی که از نو شده است این راه بهترین شد. برای راهی که ما در 15 مینوت میرفتیم بود خطرناک بود، همین راه را ما در 2 مینوت و اون لب راه میگذاریم. دشوارتر بود، خیین‌تر بود، حاضر نقش راه سازا میشود. رحمت ما مینداریم از جناب عالی. از کجا به کجا پیش میگذاشتین؟ چی قینی داشت؟ حاضر امی قینی‌ها چخیل آسان شد. ما از طرف 82 من طرف سنتر میرفتیم، ما وقت راه قیین بود. اینا مقصد کوچه نصرت‌الله مقصد میشه طرف هم تو خوردن بسیار بزی براه. حاضر نه سوس شده نه اینا آسان گشتیم. راه خوب رحمت ما مینداریم از جناب عالی، مینداریم رحمت. همه این برتری ها برای رانندگان نقلیات بود، اما برای راهگذران چی؟ ما ذهن ماندیم که بسیاری از پیاده‌گردان از راه زیرزمینی استفاده نکرده محض از راه ماشین‌گذر عبور میکنند. سبب در چیست؟ ما عادت کردگی نه برای هوا امروز خروج ماشین کمتر برای ما این گذاشتیم. راه زیرزمینی ما دیدگی نه حاضر در اومدگی نیستیم. برای همین نمیدونم. چرا ندار اومدید اپا جان؟ همون فکر ما اختم برای ما این اومده گذاشتم. با این وجود که استکادای مذکور دقیقاً صبح روز جمعه از جانب پرزیدنت و شهردار به استفاده داده شد، لیفت ها که برای مردم بازنشسته، مسافران و معیوبان پیش بینی شده است فعالیت نمیکنند. در بعضی از قسمت های راههای زیر زمینی تعمیر تا حال رفته ایستاده است و با پررگی انجام نشده است. اما ما باور داریم که این مشکلی ها به زودی برطرف شده، مردم میتوانند از خدمت لیفت ها و این راهروهای زیر زمینی آزادانه استفاده برند.